به نام خدای که جان آفرید، زمین و زمان و سما آفرید. السلام علیکم دوستان، غریبان و تاجیکستانیانی که در تاجیکستان بسیار سلامت هستید. یک ماه پیش من راوی شدم، یعنی مجبور شدم. به کدام سبب من راوی شدم؟ وقتی که بیماری در چین پیدا شد، بعضی برادرانی که بنده های خدا را تقسیم کردن، به جای دوست خدا دشمن خدا میگویند، به جای خوشبخت بدبخت میگویند. و به همین خاطر طاقت من تاق شد، و چون که من دین اسلام را همچون دینی مهربانی میدانم و به همین خاطر من پدیشگاه یعنی طرف چین را گرفتم. اون برادرانی که حتی ببخشید حاجت تشنابشن خیتایی است، حتی تمامی داروارشن از اروپا و از روسیه و از آلمان است، ولی به همه این نگاه نکرده بندگان خدا را تقسیم میکنند. و درباره وبا و پزشکی گرچنده که من معلومات واری ندارم، ولی من از دختران متجربه بعضا تجربه میپرسم و از آن جمله کتاب های تاجیکستان را استفاده میبرم که خزینه طب قدیم و کنز الشفا و چندین دیگر. و باز تکرار میکنم برای بلند برداشتن تب، نیست کردنی و با ویروس ها، لیمون، زنجبیل و حاضر دست پوشکان رو در دستم کشم. اصل، چسناک یا سیر به زبان تاجیکی. شما نگوید که فلان حضرت گفت که بوی بد دارد، این وقت حاضر وقتی آن نیست. پیاز عادی ترین که این ما از خوردی با پیازخوری و مختهیم، اینا میبریم در روی استال، یعنی در روی میز میمانیم که بسیار میکروب ها رو میکشد. باز چی؟ من برادران در دستام وقتی که از خانه بار آمدیم، دست بیله یا پیچتکه با زبان روسی، از آن جمله صابون عادی خزینه سینی میله، یعنی صابون خانگی برای شستن. این اگر امکان باشد پاره کرده میده میشویند که جایی در کربن اومده میشوییم، بعد اون پاره رو میپرتویم. نقاب های مسکه و اینچنین سلفیتکه ها ما گفتیم باز تکرار میکنیم. دستمان های یا اینکه سچاق های نمدار، نمک عادی برای کشتن بعض شستشو، اکسوس یا سیرکا چنانه ابن سینا بزرگوار در نوار پیشته، و ساده و سپیرت. به درآمد شهر مسکو من بعضی برادر میگن که رخ شدگی لیکن ماشین ها را چی میکنند؟ تفتیش کفتکوب نه حجت میپرسند و پروپوز یعنی بوزورگوار به کارخانه یا اینکه به مسکو در آمدن را داری یا نه. اگر داشته باشی میداره، اگر نداشته باشی شتراف یعنی جریمه میسپاری. بعضی برادران میگویند که این دروغ است، در حقیقت راست است. شنیدن که باید مانند دیدن. من با چشم آمدیم همه ماشینا خطر. من حاضر دوجا اگر مجرد بینه من کارمنده پلیس ماشین ها قرار مزید 10 دقیقه زیاده اینجا مونده. من 10 دقیقه کوتاه سخن نیم ساعت شد دیگر کم تا راه رفته است. Здравствуйте, куда едете? На работу. Куда на работу? دیروز یکی از دوستان من نوار رو به من رایی کرد که در آن نوار یک جوانی تاجیک
گرفتار بیماری کرونا ویروس می شود و در ماشینش جان می دهد. وقتی که ماشین وی میشکنند در آن نوار در آن ماشین چند دانه انرگетика یعنی آبهای انرژی دار پیدا میکنند. برادران تاجیک دوستان مهربان، شما انتظار نباشید که کدام ملا کدام شیخ به شما میاد و میگه که از این آب ننوشید، این بدترین دشمن ماست. از آن جمله گاریلا، رید بول، بیورن، مونستر، تورنادو و بسیاری از اینها که اینها دشمن ما هم باید اینها رو ما نیست و نابود کنیم. و بعضی برادران در اینجا رکلام میکنند اینها را. من گفتم که هیچ ایشان هیچ ملا فلان را انتظار نباشید و اینها را نیست کنید. چون من نیست کردم. این نواری من رکلام من نیست، خود نشاندهی نیست. این حتی تجربه خودم است که چقدر ضرر دارد. وقتی که بیمار می شود آدم این فشارش را بلند می کند و انسان جان می دهد. برادرها، هر برادرایی که تاکسی کار میکنیم که اکثریت ما در اینجا تاکسیستیم، در همین گروه بودگی ها. شاید بعضی برادرای باشند در بازارها هستند، در دیگر کارها در استروک ها هستند. برادرها حاضر ای مسکو زپ استروی کردگیان در اینجا. الله همه ما را نگهبان باشه. برادرها این کسل شوخی نبوده است. یک دو تا برادرای تاکسیست خدا رحمت کنه وفات کردند و صورتها شده همینجا هستند. روی کردن به امنه مسکو ویدیوهاشو هم هستند. مقصد از این گپ ها از این سخنات چیه که برادرها الله تعالی دعای مهاجر انشاءالله به درگاهش قبول میکنه. الله تعالی همه دعا را قبول میکنه انشاءالله. خداوند میگه که هر بنده که به سوی من دست برداره انشاءالله که دستش خالی نمیگردونه. لیکن برادرای جون باور کنه حاجی این بچه‌ها مسکو را روی کردن. خدا شاهده من تلفن کردم خطیشو مسکو گپ زدم وضعیتشو به حد بزیبای. دو تا تاکسیستش خدا رحمت کنه گذشته است. احتیاط بکنه برادرو، احتیاط. همین اندک مدت است یک بلا کنه به یگان حالت به یگان کار دیگه همین وقت بگذرونیم. لیکن برادرها همون مردم مسکو التماس کردن همین گپا رو در هر جای است برسونه. باز یک خورشید ما را ترک کرد. شبتان بخیر برادران عزیز. خداوند تمام جهانیان را از این بلا نگه دارد. باز یک روز گذشت و در ربود صفحه را از کتابی زندگی. باز یک روز گذشت و در ربود صفحه را از کتابی زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدر جوید و یابد حسابی زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدر جوید و یابد حسابی زندگی. باز تاریکی و بر یادم رسید چشمای میرباری مادرم. دورم از او تا که باشم دستم در نفسهای پسین مادرم. دورم از او تا که باشم دستم در نفسهای پسین مادرم. شب بخیر مادری جان شب بخیر. شب بخیر مادری جان شب بخیر. شب بخیر مادری جان شب بخیر. شب بخیر مادری جان شب بخیر.